بچه های عزیز دیگه، امروز اومدیم به کال آف دوتی و آموزش اسنایپ پلیر شدن. این قسمت باید اسنایپ پلیر شدن رو آموزشتون بدم و انواع اتاتمنت خوب رو بهتون بگم. اولین کاری که باید بکنید، اگه مثلا بهترین اسنایپ برای انتخابتون، یه لحظه، بهترین اسنایپ برای از راه دور و از راه نزدیک زدن DLQ هستش. این DLQ 33 عکسشم این علامت گذاشتم. اینه. این اسنایپ یک اسنایپ فوق‌العاده خوبه و جد اومده که خیلی آروم میره به دوربین. منم این مشکل برخورد کردم. بهترین راه رفت آروم اومدم بهتر که لوداتون رو عوض کنید. یعنی مثلا من لودات یک بود اسنایپر، مثل میگم لودات یک بود اسنایپر خیلی آروم میره و میری این لودات رو بیخیال میشیم، یا مثلا لودات 4 اتاتمنت برای اسنایپ. بهتر اتاتمنت برای اسنایپ DLQ اینا هستن. از اینا که خواستیم بهترین این یا این هستش. من این رو بهتون پیشنهاد میکنم. این علامت گذاشتم. و بهترین خشابه. این خشاب بهترین خشاب. این اون کارهایی رو داره. ببینین اینا رو میگم. اینا چطور کارهایی دارن؟ اون خشاب هم اونجوری کارهایی داره. دونستین؟ الان اینو که چیز کردین، این خشاب رو انتخاب کردین، به دوربین اصلا دست نزنید، چون دوربین خودش بهترین دوربینه. لیزر بهترین، چی میگن، پرک بهترین پرکی که لازمه، پرک تفنگ. اینه، علامت گذاشتم. اینو بردارین. این بهترین. و الان لیزر هم که یه دونه است، به لیزر رو پیشنهاد میکنم بذارین، برگی نمیکنم نذارین بذارین. به اینا هم اصلا دست نزنین. و دوربینم گفتم اصلا دست نزنین. و یه لحظه ویدیو جلو افتاد. خب آروم برین تا چیز بشه. آروم. بهترین برای خفن‌تر شدن چاقو، این چاقو رو پیشنهاد میکنم. این چاقو کجاست؟ این رو میبینین، این چیزو، این دیگه، اینه معمولی. اینو میزنیم میرین شخصی سازی. اینجا استیو بتل توز، اینو میزنیم. تلفظم ببخشید خوب نبود. این زرد رو میزنین، باید بخرین. اینجا بزنین نشونتون بودم. اینجا من خریدم. اینو اول صورتش هست، باید صورتشو بخرم. یک کمی که باز کرده فکر کنم اینم به شما بده. ببین این
این چاقو رو انتخاب کنید. علامت گذاشتم. این چاقو رو انتخاب کنید و برین اینجا. برای من باز چون خریدم. اینجا باید این رو بزنید و اینجا اینو که زدیم میرین این تو شاپ و اون 3030 میدین. 3030 میدیم و بعد میان اینو میخرین. تمام. و بهترین اسنایپ اینه به نظر من. و بهترین اسنایپ خوب. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. خداحافظ.